یا علی مولا اولی و علا، یا علی مولا اولی و علا، حضرت حیدر یا علی مولا اولی و علا، ساقی کوثر ایلیا ایلیا، نازی انبیا صانع اولیا، حیدر ایلیا ایلیا، خالق ماسبا سلطان. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و علی آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سلسله مباحثی رو داشتیم پیرامون شرح زیارت جامعه کبیره. در جلسه گذشته پیرامون معنای سلام مطالبی رو عرض کردیم. در این جلسه پیرامون این فراز که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، پیرامون اهل بیت علیهم السلام، لفظ اهل بیت مطالبی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. حدیث اول در کتاب معان الاخبار هست. ابو بصیر میگه قلت للصادق جعفر ابن محمد علیه السلام من آل محمد. از حضرت پرسید مراد از آل محمد چه کسانی هستند علیهم السلام. لفظ آل منظور چه کسانی هستند آل محمد؟ قال ذریته، منظور ذریه ایشان هست، فرزندان ایشان، که ظاهرا مراد همین سادات باشه. قلت و من اهل بیته، گفتم مراد از اهل بیت پیغمبر چه کسانی هست؟ قال، حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن الائمه الاوصیا، مراد از اهل بیت ائمه هستن که وصی پیغمبر بود. قلت و من اطرته، مراد از اطرت چه کسانی هستند؟ قال اصحاب الابا، کسانی که اما اصحاب کسا بودن، 5 نفر، 5 تن آل عبا. قلت و من امته، گفتم مراد از امت پیغمبر چه کسانی هستند؟ قال المؤمنون الذين صدقوا بما جاء من عند الله عز وجل، مراد از امت پیغمبر مؤمنون هستند، کسانی که تصدیق کردن آنچه که پیغمبر از ناحیه خداوند متعال آورده است. المتمسکون بالثقلین، مؤمنینی که تمسک به ثقلین کردند. الذین امروا بالتمسک بهما، او ثقلینی که امر شده بودن به اون ثقلین تمسک بکنن. خب اون ثقلین چیه؟ کتاب الله و اطرت اهل بیته، مراد قرآن و اطرت هست. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، مراد از ثقلین کتاب الله و اطرت و اهل بیت هست. کیا؟ الذین، کسانی که الله تبارک و تعالی رجس و پلیدی را از آنها برداشته است و طهرهم تطهیرا، اونها رو پاکیزه قرار داده است. و هم الخلیفتان علی الامه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و این دو یعنی قرآن و اطرت و اهل بیت، اینها 2 خلیفه هستند بر امت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. روایت در امالی صدوق آمد. روایت بعدی هم در کتاب معان الاخبار هم آمده از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش. قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک من الآل، مراد از آل پیغمبر چه کسانی هستند؟ قال ذریة محمد، منظور فرزندان پیغمبر هستند. قلت و من الاهل، مراد از اهل چه کسانی هستند؟ قال الائمه، مراد ائمه اطهار علیهم السلام هست. خب 2 تا حدیث خواندیم. حدیث اول سوال پرسید منظور از آل چه کسانی هستند؟ فرمودن ذریه. روایت دوم هم بود، منظور از آل ذریه هستند. روایت اول منظور از اهل بیت کیا هستند؟ ائمه. روایت دوم هم ائمه اوصیا بودند و اصحاب ابا هم که میشدن اطرت. اما روایت بعدی که مربوط میشود به آیه تطهیر که در اونجا لفظ اهل بیت علیهم السلام آمده است. روایات درباره آیه تطهیر که منظور چه کسانی هستند هم در کتب شیعه و هم در کتب مخالفین متواتر هست که مراد 5 نفر بودند که این قضیه بر اونها اتفاق افتاده و شامل بقیه ائمه هم می شود. پیغمبر اکرم، آقا امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام. حدیث در این زمینه فراوان هست. من چند نمونه رو خدمتون عرض بکنم. در کتاب سلیم ابن قیس هلالی هست. قال سلیم ثم قال علی ایها الناس اتعلمون ان الله انزل فی کتابه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت
و یطهرکم تطهیرا فجمعنی و فاطمه و ابنی حسنا و حسینا. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند ای مردم، آیا نمیدانید که خداوند متعال در قرآن نازل کرده است این آیه را انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فجمعنی، پیغمبر من رو و فاطمه سلام الله علیها و 2 پسرم امام حسن و امام حسین رو جمع کردن. ثم القا علینا کساء، کسایی رو انداختن روی ما و قال هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت من هستند. و لحمی یولمهم ما یولمونی و یؤذینی ما یؤذیهم، هرچی که یؤذینی ما، هرچی که آنها رو اذیت کنه من اذیت کرد. و یحرجنی ما یحرجهم، هرچی که باعث بشه اونها در تنگنا و سختی قرار بگیرن من رو در تنگنا و سختی قرار داد. فاذهب عنهم الرجس، خدایا رجس رو از اینها بردار و طهرهم تطهیرا، اونها رو پاکیزه قرار. فقالت سلمه و انا یا رسول الله، سلمه سوال پرسید یا رسول الله من هم هستم جز اهل بیت تو؟ فقال انت الی خیر، تو به سوی خیر هستی، ظاهرش اینه که عاقبت به خیر میشی. انما نزلت فی و فی اخی و فی ابنتی فاطمه و فی ابنی و فی 9 من ولد ابنی الحسین خاصه لیس معنا فیها احد غیرهم. خیلی زیبا. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نزلت، این آیه نازل شده است، فی، درباره من و درباره برادرم علی ابن ابی طالب و درباره دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها و درباره 2 فرزندم امام حسن و امام حسین و فی 9 من ولد ابن الحسین و درباره 9 نفر از فرزندان امام حسین ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی 14 معصوم. خاصتا فقط هم درباره اینهاست، لیس معنا فیها احد غیرهم، هیچ کس دیگه شامل این آیه نمی شود. فقالوا كلهم نشهد ان سلمه حدثتنا بذلک، افرادی که اونجا بودن شهادت دادن، گفتن آره ما عین همین مطلب رو از سلمه شنیده بودیم. فسألنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحدثنا کما حدثتنا به سلمه، گفتن آره بعد از که ما از سلمه شنیدیم رفتیم از خود پیغمبر هم شنیدیم و پیغمبر تصدیق کردن اون مطلب سلمه رو، گفتن این حدیث درست هست. حدیث در کتاب سلیم ابن قیس هلالی. روایت بعدی از آقا امام باقر صلوات الله و سلام علیه است که روایت در این زمینه متواتر هست. اصلا این چنین نیست که کسی بیاد ادعا بکنه اینها سندش ضعیفه و کجا هست. روایت متواتر دیگه، روایت متواتر اصلا نیاز به بررسی سند نداره. آقا امام باقر صلوات الله علیه درباره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فرمودن نزلت هذه الآیه فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه درباره پیغمبر نازل شده و علی ابن ابی طالب روحی له الفدا و فاطمه سلام الله علیها و الحسن و الحسین علیهم السلام، این 5 تن. و ذالک فی بیت سلمه زوجة النبی، قضیه هم در خانه سلمه همسر پیغمبر اتفاق افتاد. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام ثم البسهم کساء خیبریا، این 4 نفر رو پیغمبر جمع کردن، یک کسای خیبری بر روی اونها پوشاندن و دخل معهم فی، پیغمبر هم داخل شدن. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیت، اینها اهل بیت من هستند. الذین وعدتنی فیهم ما وعدتنی، که درباره اینها وعده دادی آنچه که وعده دادی. اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد. فقالت سلمه گفت و انا معهم یا رسول الله، منم با اینا هستم. قال ابشری یا سلمه انک الی خیر. همچنین در همین حدیث شریف کسا که معروف است در مفاتیح هم ذکر شده، عبارت هست این چنین هست، میخوانم که حضرت زهرا فرمودن فدخلت تحت الکسا فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول الله به طرف الکسا. حضرت زهرا فرمودن منم وارد این کسا شدم، وقتی که کامل شدیم زیر کسا پدرم من 2 طرف این کسا رو برداشتن و اومع بیده الیمنا الی السما،
دو طرف این کسا رو گرفتن، با انگشتشون به ید الیمنا، با دست راستشون به سمت آسمان اشاره کردن و قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت من هست، و خاصتی و حامتی، لحمهم لحمی، گوشت اینها گوشت منه، و دمهم دمی، خون اینها خون من است، یعلمنی ما یعلمهم، یحزننی ما یحزنهم، هر چی اینا رو ناراحت کنه من ناراحت کرده، انا حرب لمن حاربهم، هر کی با اینا دشمنی کنه من پیغمبر به اونا دشمنی میکنم، و سلم لمن سالمهم، منم سلم هستم با هر کسی که تسلیم اونها باشه، منم به اون شخص در جنگ نیستم، به او در سلم هستم، و عدو لمن عاداهم، هر کی به اونا دشمنی کنه من پیغمبر به او دشمنی میکنم، و محب لمن احبهم، من پیغمبر محب کسی هستم که اینها رو دوست بدارد، انهم منی و انا منهم، من از اونها هستم اونها هم از من هستن، فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیهم، صلوات، برکات، رحمت، غفران و رضوانت رو بر من و بر اونها قرار بده، و اذهب عنهم الرجس، رئیس رو از اونها بردار، و طهرهم تطهیرا. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکسا. فقال الامین جبرائیل سوال پرسید یا ربه و من تحت الکسا، کیا زیر این کسا هستند؟ فقال عز وجل هم اهل بیت النبوة، اینها اهل بیت نبوت هستند، و معدن الرساله هم فاطمه و ابوها، اونها کیا هستند؟ محور در بین این 5 تن چه کسی است؟ حضرت زهرا سلام الله علیها و ابوها پدر حضرت زهرا و بعلا شوهر حضرت زهرا و بنوها فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. بنابراین روایت فراوان هست. حالا کسی هم که میاد تشکیک میکنه در حدیث کسا در مفاتی، باید بهش جواب بدید که خب حدیث کسا تواتر داره، اصلا نیاز به بررسی سند نداره. بله این قضیه چندین مرتبه اتفاق افتاده، یک مرتبه در خانه حضرت زهرا، یک مرتبه در خانه ام سلمه، چه بسا در موارد دیگه هم اتفاق افتاده باشه. خب نکته ای که اینجا هست این هستش که روایات صریح و روشن در این که حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق اهل بیت نبوت هستند، بلکه محور اهل بیت نبوت هستند. این قطعی است در روایات، جای شک و شبهه‌ای هم نیست. بنابراین زیارت جامعه کبیره اولش آمده السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، قطعاً و یقیناً حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق این اهل بیت هستند، و تمام فضائلی که در زیارت جامعه کبیره بیان شده است برای حضرت زهرا سلام الله علیها ثابت است، و من جمله مسئله امامت، چون در زیارت جامعه کبیره ائمه هدا هم آمده است در ادامه که یکی از ویژگی ها و فضائل اهل بیت اینه که اینها امامت دارن. حضرت زهرا سلام الله علیها روایات فراوان و ادله متعدد به اینکه ایشان مقام امامت رو داشته. حالا بحثش مفصل هست، بنده فقط یک مقداری اشاره میکنم، انشاءالله در یک جلسه به تفصیل ادله امامت حضرت زهرا و اینکه منظور از امامت حضرت زهرا چیست رو عرض خواهیم کرد. فعلا این مقدار عرض میکنم که ایشان مقام امامت رو داشتن. در کتاب مشارق و بعضی از کتب دیگه حدیثی نقل شده از طارق در فضائل اهل بیت علیهم السلام. بسیار حدیث زیبایی هست و شواهد بسیار زیادی در روایات دیگه داره، چون ما مبنامون در بررسی حدیث اینه که شواهدی پیدا بکنیم، نه بررسی سند نه کتاب. اینها به نظر حقیق کامل نیست در بررسی، بلکه ما باید شواهد زیادی نسبت به مضمون حدیث پیدا بکنیم و حدیث تاریخ شواهد بسیار زیاد داره. حدیث تاریخ در اونجا در تعریف امامت یک عبارتی داره. حضرت فرمودن فهیه یعنی امامت، اسمتون و ولایتون و سلطنتون و هدایت. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه به طارق 4 ویژگی رو برای مقام امامت بیان میکنن. مقام امامت چه مقامی است؟ اسمتون، مقام اسمت، ولایتون، ولایت، سلطنت و هدایت، و هر 4 ویژگی و مقام در حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره. حالا من به نمونه
روایت خدمتتون عرض میکنم. اما اسمت قطعا ایشان مصداق آیه تطهیر هست. عرض کردیم روایات شیعه و سنی متواتر در این که آیه تطهیر شأن نزولش درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست و هیچ کس در این مسئله تشکیک نکرده. بنابراین طبق آیه تطهیر و روایات فراوان اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها همان اسمت امیرالمؤمنین، همان اسمت پیغمبر، همان اسمت حضرت سید الشهدا، همان اسمت آقا حضرت مجتبی و ائمه اطهار هست. هیچ تفاوتی نداره، همون اسمت هست. بلکه ایشان محور اهل بیت هستند. حالا درباره اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها خب عرض کردیم مصداق آیه تطهیر. عبارت خیلی لطیفی هم هست در یکی از روایات خدمتتون بخوانم، خیلی زیباست. بهارالانوار جلد 25 آورده: فهم الکواکب العلویه یا علویه والانوار العلویه المشرقه. فهم ائمه اطهار کواکب العلویه والانوار العلویه، نورهای بسیار بالا مقام، المشرقه که این انوار اشراق شده، تابیده است، من شمس الاسمت الفاطمیه، که این انوار از کجا مشرق شده، اشراق شده و پخش شده؟ از خورشید اسمت فاطمی. فی سماء العظمت المحمدیه، در آسمان عظمت محمدیه. تشبیه صورت گرفته، آسمان، خورشید، انواری که از این خورشید اشراق می شود. والاغصان النبویه النابته فی دوحه الاحمدیه والاسرار الالهیه المودعه فی الحیاکل البشریه. خیلی تعبیر لطیف بود که این انوار ائمه من شمس الاسمت الفاطمیه، از اون خورشید اسمت حضرت زهرا تلألؤ کرده است در آسمان عظمت محمدی. بنابراین اسمت حضرت زهرا جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، خیلی واضح و روشن. اما مسئله چی؟ مسئله بعدی، ولایتون و سلطنتون و هدایت. امامت یکیش اسمته، 4 تا پایه داره. یک اسمت واضح و روشن بر حضرت زهرا، ادله متواتر، آیه تطهیر قطعا در شأن حضرت زهرا هست. اما ولایت این هم ادله فراوانی داره. یک دونه خدمتتون میخوانم در کتاب تهذیب شیخ طوسی آورده است که آقا امام باقر صلوات الله علیه فرمودن ذات یوم اذا سرت الی قبر جدتک فاطمه فقل یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلق. وقتی که به زیارت قبر حضرت زهرا سلام الله علیها رفتی، این زیارت نامه رو بخوان. یا ممتحنه، ای کسی که مورد امتحان واقع شد، امتحنک الله تبارک و تعالی شما رو امتحان کرد قبل از اینکه شما رو خلق، یعنی قبل از اینکه در این عالم خلق بشید، یعنی در عوالم قبل که شما خلق شده بودید، در اونجا امتحاناتی از شما گرفت. وجد که یافت شما رو لممتحن که صابره، در مقابل امتحاناتی که گرفته شد شما صابر بودید، صبر کردید. و زعمنا انا لک اولیا، گمان ما این هست که ما اولیاء شما هستیم، ای حضرت زهرا دوستدار شما هست. و مصدقون، تصدیق میکنیم. و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک و اتانا بهی وصیو، ما تصدیق میکنیم تمام اون مطالبی که پدر حضرت زهرا یعنی پیغمبر و وصی پیغمبر امیرالمؤمنین آورده، همه رو ما تصدیق میکنیم و صبر میکنیم. فانا، ما نسألو که درخواست میکنیم از حضرت زهرا، ان کننا صدقنا که اگر ما تصدیق میکنیم حضرت زهرا، درخواست میکنیم از حضرت زهرا که چی؟ الا الحقتنا به تصدیقنا لهما، به اینکه حضرت زهرا ما رو به خاطر این تصدیقمون ملحق بکنن به پیغمبر و امیرالمؤمنین. لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک، به این که ما بشارت بدهیم. الا الحقتنا به تصدیقنا لهما بالبشرى لنبشر، تا که بشارت بدهیم ما خودمون را به این که ما پاکیزه شده ایم به واسطه ولایت حضرت زهرا. به انا قد طهرنا، ما پاکیزه شدیم به ولایتک، به ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها. اما مسئله سلطنت در
روایات، در آیات و روایات تعبیر دیگه به معنی ملک هم آمده. ملک هم به معنی سلطنت، به معنی پادشاهیه. درباره این آیه شریفه در تفسیر برهان روایت نقل کرده از آقای امام باقر صلوات الله علیه فی قول الله عز وجل و آتیناهم ملکا عظیما، ما دادیم به اونها ملک عظیم، یک پادشاهی عظیم. منظور از این ملک و پادشاهی و سلطنت عظیم چیه؟ امام باقر فرمودن الطاعة المفروضه، منظور افتراض طاعت هست، اطاعت اونها واجب هست. این میشه ملک عظیم. اهل بیت علیهم السلام ان شاءالله در آینده به تفصیل خواهیم رسید که اونها یک پادشاهی عظیمی، یک سلطنت عظیم و بزرگی دارن. چرا؟ چون تمام خلائق، انسان و جن و ملک و انبیا و اوصیا و همه خورشید و ماه و بهشت و جهنم، همه وظیفه دارن اطاعت اونها رو بکنن. خب ملک عظیم، این پادشاهی عظیم، این منظور چیه از این سلطنت عظیم؟ منظور افتراض طاعته، طاعتشون واجب هست. حالا درباره حضرت زهرا سلام الله علیها در کتاب دلائل الامامه در حدیث مفصلی که در باب مصحف حضرت زهرا هست عبارت این هست. حضرت فرمودند ولقد کانت صلوات الله علیها به طاعتها مفروضه، اطاعت حضرت زهرا سلام الله علیها واجب است علی جمیع من خلق الله، بر کل آنچه که خدا خلق کرده است، من الجن والانس والطیر والبهائم والانبیاء والملائکه. به به، همه خلائق وظیفه دارن اطاعت حضرت زهرا رو بکنن. اجنه، انسانها، پرنده ها، حیوانات، انبیا، ملائکه، همه وظیفه دارن اطاعت حضرت زهرا سلام الله علیها بکنن. پس بیبی سلام الله علیها طاعت مفروضه رو دارن، یعنی اون ملک و سلطنت عظیم رو دارن. و در آخر چی بود؟ رکن چهارم هدایت بود. فهیه اسمتون و ولایتون و سلطنتون و هدایتون. برای هدایت کردن حضرت زهرا که بشر رو هدایت میکنن یک آیه میخوانم در تفسیر قمی از ابا حمزه عن ابی جعفر علیه السلام. امام باقر فرمودن فی قوله انها لاحد الکبر، او یکی از آن بزرگ هاست، نذیرا للبشر، که کل بشریت رو نذیر هست، انذار میکنه. قال یعنی فاطمه علیه السلام، منظور این آیه که نذیرا للبشر کل بشر رو انذار میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا ادله امامت ایشان عزیزان خیلی فراوان هست. بنده فعلا یک اشاره‌ای کردم تا در جاش به تفصیل کتاب هام نوشته شده ادله امامت حضرت زهرا رو بیان بکنم و اون منظور ما از امامت که اون مقام امامت هست این رو به تفصیل بیان خواهیم کرد ان شاء الله تبارک و تعالی. بنابراین السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، منظور از اهل بیت به صریح آیات قرآن و روایات منظور ائمه خدا علیهم السلام حضرت زهرا سلام الله علیها است که ادامه زیارت جامع کبیر، فضائلی که بیان شده همه برای حضرت زهرا ثابت هست و یکی از اون فضائل هم مسئله امامت هست که ما قائل به امامت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، اما نیاز به توضیح بیشتر داره. فعلا مختصر اشاره‌ای کردیم تا در جاش به تفصیل بیان بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. یا علی مولا واحد و یکتا حاکم محشر، یا علی مولا واحد و یکتا حاکم محشر، یا علی مولا فرد و بی همسا جان پیغمبر، ایلیا ایلیا رب ارض و سما، یاهو یا مرتضی حیدر، ایلیا ایلیا رازق بنده ها، ایلیا ایلیا رازق بنده ها.